واقعا عجیبه که به من میگن ادایی، ولی من قبولش کردم باشه. ولی ادایی چون ببین من یه ماشین ال90 داشتم، من داشتم رفتم کنسرتمون، اومدم برم تو پارکینگ، آقای گفتش که وایسا اینا اینجا فقط مال کسایی که برای کنسرتن، خواننده شم. و گفت تو خواننده ای؟ من اصلا از این سوال ناراحت نشدم. من بهش گفتم که چطور مگه به من نمیاد خواننده باشم؟ بعد گفت چرا؟ از این ناراحت شدم. از این ال90 خیلی بده. بعد رفته بودم پیش یکی از دوستان، من خب طبیعتا با ماشینم رفتم دیگه، رفتم اونجا گیتو باز به آقای گفتم مثلا بلوک فلان آقای فلانی. بعد گفتش که پیک هستین؟ گفتم من مهمان هستم. بعد گفتش که بفرمایید. رفتم تو، فکر کردم با خودم که این آدما چرا اینقدر قضاوت میکنن سر ال90 که تو مثلا خواننده نیستی چون ال90 داری، با اعصاب خورد و اینا. رفتم که برم تو، دوباره تو اون لابی هم یه آقای دیگه بود، بلوک فلان آقای فلانی تا طبقه فلان. بعد گفتش که مرسی بسته آوردی بدون ال90 بدون ال90. فهمیدم که یعنی من یه چیزی دارم انگار که من یه جوری باید ببری طبقه آره انگار که من مثلا